خب سوالهای بعدی که سعی میکنم دوتا سه تا جواب بدم توی ویدیوها و حالا با دیتیل بیشتری توضیح بدم نسبت به سوالهای قبلی. یکیش اینه که شما برای ارشد فول فاند بودید. نه، من فاند نداشتم، ولی فرانسه این شکلی هستش که شما برای ارشد که میخونید در هر سال باید یک کارآموزی برید، یعنی ترم دوم هر سالتون یک کارآموزیه. مگر اینکه حالا سال اول احتمالاً تقریبا 2/3 ترم دومتون کارآموزی باشه، ولی سال دوم همه ترم دومتون کارآموزیه. و اینجا باید برای، یعنی قانونش این هستش که اگر کارآموزی شما بیشتر از 2 یا 3 ماه باشه، دقیق نمیدونم یادم نیست، موظفن که بهتون حقوق بدن. و خب میتونید خرج خونه یا خورد و خوراک یا همه این چیزها رو با همون حقوق تقریبا هندل کنید. در نتیجه میمونه 2 تا ترم برای شما که برای اون 2 تا ترم میتونید کار پیدا کنید، حالا کار جنرال، میتونید کار دانشجویی توی دانشگاه پیدا کنید اگر باشه، یا اینکه میتونید با خودتون پول بیارید یه مقداری و هندل کنید هزینه هاتون. چیزی که وجود داره و شما باید بهش توجه کنید اینه که توی شهرهای کوچیک فرانسه خیلی کار جنرال پیدا نمیشه، یعنی اگر که زبان فرانسه‌تون خوب نباشه. چون پروگرام من انگلیسی بود و من اصلا فرانسه نخونده بودم و سال اول توی شهر کوچیکی بودم، خیلی پیدا کردن کار سخت هستش و تقریبا همه کارها یکی از نیازهاشون این هستش که شما زبان فرانسه رو مسلط باشید. حالا نه اینکه خیلی در سطح خیلی بالا، ولی خب بتونید صحبت کنید و خوب صحبت کنید. این از کار جنرال در شهرهای کوچیک. در شهرهای بزرگ کار جنرال راحت تر پیدا میشه، حتی با انگلیسی هم. و خب اینطوری نیست که بگم آره خیلی راحته. کلا فرانسه، چیزی که من تا حالا توی این 1 سال و 3-4 ماه فهمیدم و باهاش روبرو شدم اینه که زبان فرانسه خیلی براشون مهمه. در نتیجه شما اگر که زبان فرانسه‌تون خوب نباشه، خیلی احتمال کار پیدا کردن تو میاد پایین. در شهرهای کوچیک تقریبا 0، در شهرهای بزرگ یکم بالاتر، ولی خب نه خیلی راحت. این از بحث زبان. ولی خب کار دانشجویی توی دانشگاه راحت تره دیگه، چون اکثر دانشگاه ها خیلی اینترنشنال طور دارن کار میکنن و به زبان انگلیسی عادت دارن و اینجور چیزا. اگر که بتونید کار مرتبط با رشته‌تون پیدا کنید، خب خیلی هم خوب، خیلی هم رزومه میشه، خیلی هم راحت تره براتون. این از این. گزینه سوم این بود که باید پول بیارید دیگه، اگر که نخواهید این 2 تا راه رو برید. و خب درباره فاند و اینجور چیزا اینطوری. ولی خب اسکالرشیپ هایی هم وجود داره. این درباره خودم بود، ولی میتونید یه سری اسکالرشیپ ها رو از همون موقعی که تو ایران هستید اپلای کنید و این رو تو نظر داشته باشید که شما اگر بیاید اینجا و 1 سال بمونید، خیلی از اسکالرشیپ ها برای سال دوم رو از دست میدید، چرا که یکی از نیازهاشون اینه که شما هیچ وقت تو فرانسه زندگی نکرده باشید و در اون صورت هستش که شما میتونید برای اون اسکالرشیپ درخواست بدید. و خب همین دیگه، اگر تو ایران هستید بیشتر دنبالش برید، میتونید پیدا کنید. بعضی از پروگرام ها یه سری اسکالرشیپ خاص خودشون رو هم دارن که باز اینو توی سایت ها میتونید بهشون، سایت خود دانشگاه و پروگرام میتونید بهشون دسترسی پیدا کنید. بقیهشون هم توی اتودان فرانس یا توی، یعنی یه سری اطلاعات میتونید اونجا پیدا کنید. فکر میکنم درست گفتم اسم سایت رو. و کامپوس فرانسه ایران که خب اونجا هم میتونید هم ازشون سوال بپرسید، هم سایت خودشون میتونید برید بگردید و اینا. این 2 تا به هم دیگه ربط دارن دیگه، یعنی کامپوس فرانس با اتودان فرانس، چون این یعنی دارن این به اون لینکه و خب میتونید اطلاعات بیشتری پیدا کنید. این هم از این. ولی خب یه گریزی هم بزنم به اون کیفیت زندگی که پرسیده بودید از همینجا، مربوط به کارهای حالا دانشگاهی که خب راحت تره، ولی کارهای جنرال یه احتمالا همتون این دید رو دارید، ولی خب این دید رو بیشتر داشته باشید که ممکنه
نیاز باشه برای اینکه هزینه‌تون هندل کنید، توی رستوران کار کنید، توی کافه کار کنید، توی مغازه کار کنید و اگر آدم اینجور چیزا هستید و میتونید کار کنید، خب خیلی هم راحت تر میشه، هموارتر میشه مسیر براتون و این انتظار رو نداشته باشید که میاید اینجا و سریع کار مرتبط پیدا میکنید و حقوق بالا و اینجور چیزا. خبر خاصی نیست مگر اینکه کاری بیاید. خب کاری بیاید از همون اول میتونید حقوق خودتون رو داشته باشید و حقوق بالایی هم داشته باشید و چیزهای دیگه که احتمالاً کسایی که دارن اپلای میکنن دیگه خودشون این چیزها رو میدونن. خیلی طولانی شد این ویدیو، میرم ویدیو بعدی برای سال بعدی.